از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. ما از دموکراسی بیزاریم. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. ما از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. ما از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. آن چند زن انگشتشمار سرلوچ و پایلوچ که در بعض ولایت ها به خاطر جور کردن کیس و فرار از افغانستان تظاهرات کردند، ما آنها نمایندگی از هیچ زن افغان نمی کنند و ما زنان با عفت این مرزبوم از امارت اسلامی می خواهیم تا آن زنان غرب زده را به محکمه اسلامی حاضر نمایند، مایان اقامه دعوا نماییم. حق زن آزادی مطابق قواعد و قانونی که الله و پیامبرش دستور داده. ولی زنان حق دارند معلم باشند، دکتر باشند، تعلیم یابند، تعلیم دهند، همان گونه‌ای که اسلام برایشان اجازه داده. زن اسلام پاکترین زن جهان است خواهران. همین زن است که از دستشان از تعلیم و تربیه که بر اولادشان میتن فیلسوف تربیه میشن، دکترا تربیه میشن، عالم و مفتی تربیه میشن. این زن است ما شما را